درود و مهر عزیزانم، وقت همگی بخیر باشه. دوستای خوبم، انرژیتون رو با من همسو کنید. لحظه ای رو به نور شمع نگاه بکنید. این شمع رو روشن میکنیم به نیت به تحقق پیوستن همه آرزوهای خوبتون. خب، چشماتون رو ببندید و بعد از شنیدن صدای کاسه تبتی چشماتون رو باز بکنید. نیت کنید به دستهای من نگاه بکنید، انرژی بفرستید عزیزان. نگران نباشید، همه کارها وقتی ریورس میفتن به معنای منفی و بد نداره.